روز بگه شده ای گشنگی رو شمره فقران 4 دانه پیراشکی نخدن که میخوردم ای غرغر کردی در آخه یه شهری آواده اولیه چی میوی میخره مخلی فو ای بوبی وایسی بی کو هون سگ ها بیا سگ بخریم بیا سگ بخریم ماما چی؟ بیا سگ بخریم این همین محمد بس نیسته ها؟ راست میگو ای بوبی ویر بیا که در گردش پان دورا ویر بی گردنی محمد ترس داره آخی بوبی اینو ولی کو شاوده گشتیسیم کو یکون جون میدونیم یکون چی میخریم با میرویم کو دری بعد میشو خانمو سگ میگن اودام دا امرای کو این همین محمد هم امره های های پیراشکی بخار بری رفتیم گپ کم کنن یگان چی میخریم بخرن داره ای گشنگی رو مردم هین اوجر دیده سی یا معلومه که اشخونه یا اشخونی بزیه و بوی خوشبو آمده سه همون طرف بیا بریم و خیلی آوی ده هم رفتی شروع تفته سای توزه حکن او بینی بوی خوش رو آمده سه ایتو خراکایی بوی ماکرون تا اینجا یگان برام دیگه بختی بابی کجا؟ اینجا نه آمدگی نیست نه خدا چی مصفید نه من نی اومدم نه که همین گشنه که مانده همین تو بو کشیده میری جای خراکواری رو میوی آخه شرط نیست یکون تر پرسیدن آیی روش تمامش کو؟ ای توپلنگ اینجا چی نوشتگی ای؟ اینجا فود ستیشن ایستگاه خراکا تو هم خیلی را خونده میتونی آره ما هم با انگلیسی میخونم مالدیس او خواندنش هیچی تو ترجمه شو نمیگی ترجمه کرد ببینی اگه زب کاره کرده بودی تم نگی گب در خوندن شای هم ای جنگی بزرگی وطنی خدمت که دیگه کو ای همون جوره ها میدونن کم بیوی وای ای بوی خوشش معلومه که بهترین خوراکا در همین جای السلام علیکم نویره حکایی بوبیش با اشتیایتم کمپیره انا هموجود میشینیم کجای دو بخواهیم میشینیم مصفید من تر یکم وقت پرسیدم نه آخه گفتیم ریا که رفتی که من بودا ایجا دو بشینیم نه انا همین پیشی تلویزور دو میشینم بهانه تلویزور نگاه کردن گویا که چشمت مدام میغلطه توپلنگ ای طرف یا توپلنگ ای پیشی کامپیر بشی مال السلام علیکم خوش آمدن با قهوه‌خانه فود استیشن در اینجا خوراک‌های اروپایی ای قد قامت بسیار هم با لذت پخته می شود ای قد قامتی همین معلومه که همون خوراکاشون بمزرعی السلام علیکم بچم السلام علیکم السلام علیکم ماما سلام علیکم السلام نگو ای چی کارای در اینجا خودت چی کارگری در اینجا که ما بابی جان پیش خدمت خوراک بیورک خندان تو بزن خندان بیور که کامپیر گشنو مونده چی بیورک ای همه بمازه شد ای همه خوراکای بمازه تا بیور و این خوراکای ما همش به مزه ای همشو بمازه ترش بیور من یه پیش خدمت جان وای چونی خولی تنبر پر کرده بیور رخی ای همه بمازه ترش ای همه بمازه همه به مزه خیلی ای همه بمازه تریش به مزه تریش این کامپیر جان ایش ای تو پلنگ جان ایش ای تو علیش ای خدم همین قید تقسیم داری که میگفته که ایار گرفته خانمان میبرده باشه آخه کی میدونه یه همین تو برداشتن دیگه که درونی اوستین تا میغلطه میره آخه کی میدونه با همون تو نکنی شرمنده شید نکنم نه خیلی پگه خودم میخرم تیه تو نگی ای بای بابیم خودش میگیره
توپلنگ یوقی توپلنگ اگه در همین قصین سال رسیدیم اگه من که دوست میشیدم در دوره جنگ تانک های فشیستا را میدزیدم من خودم میگیرم نه که پول قطی میارم تا پروانه کن بزیر مرحمت خوراک های با لذت уже тайёр ши сур подайники ایره ایچ خیلی ای وی کامپیر جان سارکو مرحمت قد اشتريت خوشو تو. میکردیانم مصطفی ای بوی به مزه شبی گوشتی مرغ باشه یا گوشتی گوسپند نمیدونم بوی همه چی کدیسه مصطفی هم هم باش بوی گوشتی گوسپند کدیسه هم بوی گوشتی مرغ دیو خیلی سر کرده مگی سر کرده اینه میگم مصطفی ایران نخریم همی تبستیم قطموشو کده تماشا کنیم ها عجیب کو اکو دیگه نمیشه طاقت کردم میخریم خیلی میخریم اکو میخریم اکو نشی دیگه اینا توپلنگ سر کردیم اینا کامپیوتر ایره در پیشه کنیم بمون اینا ایش ای شما اینا ایش ای خودم اینا ایش ای شما اینا ایش ای خودم کامپیوتر جون نه تو دست برسون نه توپلنگ جون کو تقسیم کن اول لیدی انا بعد جنتلمنی ای رحمت انا ای رحمت انا ای رحمت انا باش اشتريت تو. رحمت جون کو بگیره جون بگیره با این شیر کامپیر جون با خود دیگه غرغر نکن بگی انا یک شم استفاده ببریم انا سر کدیم انا سر کدیم وای نشیده که ما آخر همین آخر ما همین تا آخر دستی میخریم شده نشید میگم مصطفی لبای ایش چی باشه که حالی تو ایریا بچه کو رنگ نمودش مینز ماننده خودش قیماق فکر ای با مزه بود اینکی گوشتی قیماقی رو بخو اکا حاضر ای لیمون مرغوی ساختیانه مرغویان ساختیان نه که اکایی این برای گودکان نیست این یک تا کامپیر میخوره یک تی دیگه شه موسفید مالی آشو کو بگیره معقوله کامپیر جون مازش بفهم بعد در خانه خودم تیار زور بوده دیگه فقط همینجی میموبی خوراک بیارک جان هی جورا آخه با چه هنر داری و نیشون چه هنر دارم من چه هنر دارم بابی ها چه؟ با رقص کده میتونم بابی رقص کامپیر هم میتونه من تو رو گفتم با چه خوراکی به مزه داری بیا ما چه سیکون بابی جان مایلش بگی بیار بچه با مزه هم بابی با مزه رنگ همیش رنگ همیش باشه رنگ همیش نکه دیگه چی باشه مرحمت تعامی با لذت دیگری ما ای رحمت دستات درد نبینه کو ای بوش راحت میکنی ها
ای دستاتون درد نبینه بچم آخه این فود ستیشنه یه چی باشو میگم مصطفی این انگور خوردی باخشو نپرس این همیشه خوردی با مزه بود با مزه این هم دادری همیه بگی کو کامپیر جان بگی کو الان دیدی میتونی او اینه بیو کو کامپیر جان بگی اشتیه تو رحمت وای کو به منظر بوده بابیا کو بگی وای نه به منظر بوده بابی وای باشی فود ستیشن وای نه بس من دیگه نمیخورم سر کردی بابی سر شیر من سر کردم بس با مزه بوده بمزه بخزن کامپیر جان میخزیم ها میخزم مصطفی لبه میگم اوقاتاشون بسیار زور با مزه همش اومده محقول شید همش زور اونایی که دیگه سرش دم ایسش خورده نمیشوه ایاش میگم یه سلفنک ده بگیره میبریم خونه دو پگه سهر میخریم چی؟ اوقاتا را همیورا؟ آه این خیلی نامعقلی نکن در خانواده بابی مرگان این خیلی گشنه چشم نبود هیچ گشنه چشمی نیست اوقاتای به مزه پل داده خرید دیگه میبریم خونه سهر میخریم اگه چی خوشت نیوم دسته که سهری اردو کنیا خوشو میایا نکتی به مزگی یور بی افویه هیچ گپ نداره خیلی نمیشه حالی با همون میگن که همه اهل اویلی بابی مرگان همون گشنه چشم بده یکان جای عیبش نیست هیچ گپ نداره نمیشه پیش خدمت او السلامه بوما جان میگم یه خدمتی دیگه هم نمیکنی بابا خب بیارم تو نه دیگه اوقات نمیخریم سر کردیم هزار امان اوقاتتون به نهایت با مزه زور سر کردیم رحمت اوقاتتون زور همه اگرم یه سلفنک میداشتی میوردی بچم برای چی؟ میگم همین اوقاتای زیادی من دیگه را گرفته ببرم هیچ گپ نداره مصطفی جان آخی خانمون ده سگ داره به اونی ویم حیف نشوان میگم این قبا مزنی ها هورا با چی گپ شدی؟ ماما بابی جان ما خانمون سگ میاریم